مشی دختر، حالت چطوره؟ ارسلم. من الان تو ماشین رانندگی کردم، برعکس شد دیگه. رایدن تا کامو وایساده میگیرم، بعد تو ولاگا میخوام راه برم. چطوری؟ چه خبر؟ بشینم توش رایدن تاک بگیرم آرایش کنم. انقدرم خوابم میومد یه قهوه درست کردم. رایدن تاک این سریمون یه جوری دارکه، یعنی دارک بود. نمیدونم کدوم اول دیدی، پشمام ریخته بود. ببین اصلا عجیب اندر غریب. انقدر سنگین بود واقعا. خودم داشتم فشارم میومد بالا، همینجوری که داشتم تعریف میکردم خودم جدی دارم میگم. ما بچه‌ها حالم بد شده بود اصلا از شدت بار زیاد این داستان. خلاصه که بریم خونه. من دیروز جمعه بود کلا استراحت کردم، امروز یه ذره خونه شتر شلخته‌ایه. بریم خونه رو جمع کنیم و به کار و بار خونه‌مون بلشیم. بچه‌ها قشنگ کوچه بنبسته. بریم خونه چون دیگه من کارمو کردم و رایدن تکمو گرفتم. خیلی سرعت عمل بالا. آقا ما چند روز پیش دوره هم بودیم، سر موضوعی دعوا شده بود تو جمعمون. خب حالا بگو سر چه موضوعی؟ خودم اینجا دیگه نباید بیام، به خدا توی پیاده رویم دقیقا بگیرم برم تو این کوچه فرار کنم. اینجا کجاست؟ من اصلا اومدم به خدا جای عجیب غریبیم. سر نیومانی و اولدمانی بحث این بود که عطیه میگفت جدیداً مد شده توی ایران و کامیونیتی ایرانی که هر کی تا مثلا یه ذره پول در میاره با 4 تا چیز برای خودش میخره، آدم‌ها بهش انگ نیومانی میزنن، مسخرش میکنن، بولیش میکنن و اصلا کار درستی نیست. حالا اون آدمه کلی زحمت کشته پول در آورده که مثلا کیف شنل بخره، مثلا که مثلا بره خونهشو بکنه سعادت آباد، که مثلا چه میدونم ورتو بخره، موبایل ورتو بخره. من داشتم میگفتم که این که تو کی به پول برسی و پولدار بشی اصلا مسئله خیلی بزرگی نیست، یعنی مهم نیست. میتونی تو توی 20 سالگیت پولدار بشی، میتونی هم توی مثلا 50 سالگیت پولدار بشی، میتونی از قدیم پولدار باشی. اون داشته هات هم مهم نیست. تو میتونی ورتو داشته باشی تا وقتی موبایلت زنگ نخورده تو جیبت در نیاری، ولی میتونی آیفون 15 چوسکی داشته باشی تا میرسی یه جا بکوبی رو میز. اونی که ورتو داره تو جیبشه و تا گوشی زنگ نخوره در نمیاره اون اولدمانی میشه. اونی که آیفون 15 رو داره باشه چوسی میاد نیومانیه. حالا اون آیفون 15 رو منم دارم ولی من نیومانی حساب نمیشم. چرا؟ چون من نمیخوام با موبایلم پوز بدم، ولی شاید یکی دیگه بخواد پوز بده. پس داشته های یک انسان ربطی به نیومانی و اولدمانیش از نظر من نداره. رفتارش و مدل صحبت کردن و برخوردشه که اونو تبدیل به یک نیومانی میکنه یا تبدیل به یک اولدمانی میکنه. مثلا چی؟ مثلا این که دیدی یه سریا به محض اینکه یه پولی مثلا بهشون میرسه، به جای که برن خونه بگیرن، مثلا خونه بخرن، میرن یه خونه بهتر توی محله مثلا بهتر از اون شهرشون رو رهن میکنن. این تا جایی که تو بگی من برای اینکه رفاه داشته باشم این کار میکنم اوکیه ها، ولی از یه جایی به بعدی که تو فقط به خاطر اون اسم اون منطقه و نمیدونم این کارو میکنی، از نظر من رفتار بسیار نیومانیه. نیومانی یعنی چی؟ نیومانی یعنی چسونه و ویلا، اهل چوسان فسان و پوز و نمیدونم از اینجور داستانا دیگه. مثلا ما یه دوستی داریم، این آدم وضع مالی شوهری که جدیدن کرده بد نیست، خوبه، حالا اندازه خودش به سر داره. ما اون روز این یه عمل جراحی کرده بود، رفتیم ملاقاتش. آقا تو میری ملاقات یک مریض، توقع چیه؟ طرف آرایش نداشته باشه، حالش خوب نباشه. مثلا وقتی 3 روز جراحی کرد رفتیم دیدیم انگشترای طلای انقدی، لباس خوشگل، آرایش نکرده بود، حالش بد بود واقعا، داشت میمرد تو را بره، ولی طلا انداخته بود. خب ما که میدونیم تو 2 روز پیش وقتی رفتی جراحی کردی همه طلا جواهراتو در آوردن و توی این 2 روز هم که حال تو بد بوده، کی تو وقت کردی؟ خب معلومه برای ما رفتی اینو انداختی دیگه. این میشه چی؟ نیومانی. حالا یه فامیلی ما داریم، یه آشنای ما داریم که این وضع مالیش به شدت خوبه،
به شدت خوبه، یعنی اصلا عجیب غریب پول داره. جزو میگم 10 تا یا 20 تا آدم پولدار ایرانه. آقا تو لباس تن این آدم رو میبینی نمیفهمی پول داره. مثلا میره میاد مثلا مسافرت، خب بعد میبینیش مثلا میگی نبودی مثلا هفته پیش، میگه آره مسافرت بودم، اسم مسافرت رو نمیاره. بعد میگی کجا؟ بعد میگی داخلی خارجی؟ آره خارجی، همین اطراف. کجا بوده طرف؟ ژاپن بوده، گرونترین سفری که میتونی بری و نمیگه اینو، تا ازش نپرسی بعد بهش میگی ژاپن چجوری بود؟ خوشگل بود؟ خوش بالت. بعد نبود، نه اون قدم مثلا اولد مانی، ایزی. سر ما دعوا داشتیم. حتی میگفت حالا طرف ذوق داره. میگفتم بابا جان ذوق داره یعنی چی؟ بابا پولدار بشید، با پولتون که قرض بکن تو چش بقیه. حالا نه هم من هم هر کس دیگه که این غلطو میکنه، من با آدم خاصی نیستم، خلاصه که ذوق داره آدم. بچه دفتر علینا جاش عوض شده، علی رو هی میبینم رد میشم، معلوم میشه از اینجا. خب بچه‌ها من اومدم خونه، گفتم که بشینم یه قهوه بخورم چون خیلی هنوز خوابم میاد، ولی به این فکر کردم که اول ظرفا رو بشورم. من مهمون داشتم، نمیدونم کی ظرفا رو چیده، بچه‌ها همه کمک کردن و اینا. یه سری ظرفی که توش پر سبزی و اینا بوده توی ظرفشویی چیدم، بعد این صدای رفته به کل ظرفای ظرفشویی چسبیده. من یه بخشش رو شستم، الان یکی رو گوشم در حد اینکه یه اسکاچ بکشم این چت دوندونا بره رو ظرفاها، بعد بذارم خوش جمع کنم ظرفای ناهارم، بچینم تو ماشین و لتس بریم قهوه بخوریم. میخوام یه قهوه خاصم درست کنم. خب کارا تموم شد، برم سراغ قهوه. خب حتما دیدین که مود شده بستنی، تو بستنی زمستونی قهوه میریزن میخورن ملت رو میگن خیلی خوشمزه میشه و اینا. میخوام الان بهتون نشون بدم که آیا واقعا خیلی خوشمزه میشه یا چرت و پرت میگم. قهوه‌مون رو باید سینگل شات انتخاب کنیم. من بعدش هم باید این سفر رو ببرم بشورم، خیلی کثیف شده. آقا بلک فرایدی شروع شده، خیلی از سایت‌ها هم تخفیف زدن. من میخوام تو این هفته تو هر بلاگی که حالا سایت ها رو چک کردم و چیزی خواستم بخرم یا نخواستم هم بخرم به شما نشون بدم، بگم چیا خوب آب خورده و چیا بد آب خورده، تا برسه همش حالا هرچی بخرم یا آنباکسینگ کلی بذارم. دقیقاً پارسال هم همین کار کردم. زندگی من پارسال تا امسال عوض شده. مثلا پارسال این کار رو من توی چیز کردم، بگو اسمشو، توی نوشهر بودیم کردم. خب باید این روشو بشکونی. تا من فقط میترسم این گومبولکش دوتاییه بر من، یه دونه این نیست، چیکار کنم؟ فهمیدم. آماده میبینید شما؟ آره. حالا یه دونه هم شورتساشو میگیرم که قشنگ ببینید. داره از زیرش میریزه. خب این چه؟ همه قهوه‌اش ریخت از زیرش، سوراخ شد. همین که هست توش. بذار یه ذره دیگه بریزم توش قهوه، سری بخورم. خوشمزه میشه. میریزه از زیرش. مزه مثلا موکا میده. راه خاصی داره من نمیدونم. بیتش نرم شده. این از بستنی زمستونی خالی خوشمزه تره برات، وگرنه پوینتشو من وقتی میریزه مثلا مامان شاد نمیشه ازش استفاده کرد. این لوس منگل منو ببینید. این پده توش قهوه میره گیر میکنه دهنمو سرویس کرده، یعنی بدترین انتخابی بود که میتونستم بکنم. گفتم شما نخریدید. بچه من می‌خواستم معلوم ماکارونه بازم زنگ گفت بیم می‌خوام یه جا بعدش بریم خونه شام بخوریم. برام گفتم حالا اومدیم درست می‌کنم چون 10 دقیقه یه رو حاضر میشه. الان دارم میرم دیگه.
دامن پوشیدم، واقعا حال شلوارجی نداشتم واقعا راست میگم. خب میدونم من تو ماشینم جایی نمیرم، یعنی مثلا ماشین پیاده نمیشم، سردم نمیشه. البته اینم که دامنم چروکم دلیلش اینه که تو ماشینم جایی نمیرم، حال نداشتم دیگه. بچه‌ها من اومدم میخوام ماکارونی الهام پز برای شوشویی بپزم. فکر کنم این بار اولیه که دارم برای علی این غذا رو درست می‌کنم. چون من برام درست می‌کنم، علی حالا مثلا میاد ناخونکی میزنه. حالا ما شکل‌دار همین یه ذره داریم. کاش می‌ذاشی اسپاگتی درست کنم اونو بعدا یه روز دیگه. برای اونایی که هنوزم میپرسن ماکارونی الیش پز چیه، ماکارونیه که هیچی نداره، بی حرکت بدبخت بیچاره است. مواد مورد نیاز: پیاز. من علی بیرون بودیم، بعد یهو بحث سریال قدیم شد، یه سریال خانه ما افتادیم، نمیدونم چند نفرتون اصلا سنتون به خانه ما میرسه. بعد اما حالا علی هر شب میاد خانه ما نگاه میکنه. خانه که ما ابتدا آبپز کردیم، یه قابلمه برمی‌داریم و سس ماکارونی درست می‌کنیم. قشنگ می‌ذاریم پیازمون سرخ شه. من همیشه اگه داشته باشیم قارچ هم می‌ریزم. حالا این سلیقه‌ایه. نبودم اصلا. خب من قشنگ سرخ می‌کنیم که قشنگ رنگ پس بده، بعد توش آب می‌ریزیم. در این حد سرخ بشه رو بعد ما توش یه ذره آب جوش می‌ریزیم که رو وا بشه، بعد توش ماکارونی. الان آب ریختم میذارم یه ذره که قبام اومد و خودشو گرفت، توش ماکارونی رو ریزم. خب بچه‌ها این الان سس آماده شد. راز خوشمزگی ماکارونی تو این سسشه که خیلی رنگیه، خیلی چرب و چیله و اینکه زیاده، می‌بینیم پر پیاز و رب و ایناست، یعنی پیازش خیلی زیاده دیگه. من توی همین جوری که این داره میقله ماکارونیامو اضافه میکنم، همینو قشنگ هم میزنم و همینجا رنگیش میکنم، یعنی تو این محله قشنگ میذارم سس به خورده پاستام بره. میبینی چقدر پر رنگه دیگه. الان میذارم دم بکشه، یه 20 دقیقه نیم ساعت دیگه آماده جاش که ما بریم بزنیم. تدیگم داریم یا. خب بچه‌ها من الان اومدم دیگه استراحت کنم، گفتم یه دوری تو سایت‌های ایرانی بزنم ببینم بلک فرایدی چک کردن که اگه چیز مفیدی دیدم به شما معرفی کنم. اولین سایتی که خیلی ترکونده مثلا همیشه دیجیکالاه، دومیشم قطعا خانومیه. یه چیز دیگه که بهتون بگم اینه که راجع به کلا این تخفیفات سایت ها اینو در نظر داشته باشید که خیلی فیک میزنن، قیمت های اصلی رو میبرن بالا، بعد روش تخفیف میزنن، مثلا شاید فرقش 100,000 تومان باشه یا اصلا کلا فرق خاصی نداشته باشه. برای همین سعی کنید سایت های دیگر رو قیمت بگیرید، قیمت بازار دستتون باشه موقع خرید، این خیلی کمک میکنه. به این نکته به شدت دقت کنید. خانمی 2 تا پک خیلی بامزه داشت که دیگه ناموجودش کرده. من میخواستم یکی اونا رو بخرم، دیر دیدم، یعنی یکی از بچه‌ها برام فرستاد تا رفتم ببینم چیه تموم شده بود. متاسفانه خیلی دلم میخواست یکیشو بگیرم، مثلا تا اون کوچولوها رو بگیرم، ولی من اصولا برای بلک فرایدی هول نمی‌کنم، یعنی هر چیزی که میخوام بخرم و میزنم ببینم که چیا میخوام، بعد نسبت به اونا مثلا انتخاب میکنم. این به نظر من هوشمندانه تره. مثلا من الان خودم یه دونه فیس واش میخوام، خب به خاطر همین تو خود سایت خانمی نمیچرخم دنبالش، میام تو اسنپ هم سرچ میکنم فیس واش، حالا یا سیمپل من میخرم اصولا یا لوریال، حالا ببینیم که چی پیدا میکنیم. اوریفلیم که حالا غلط شده 2 میلیون پول مواد آرایشی بهداشتیشه. من اصلا پشمام ریخته، نمیدونم باید چی بخریم. فلوید مای خیلی خوب تخفیف گذاشته، کلایر خوب تخفیف گذاشته. یه چیز راجع به 2 تا ضد آفتابی که دارم بهتون میگم. من زیاد ضد آفتاب دارم. من یه دونه این مدل مایو دارم، اصلا خوب نیست این مدلش. یه دونم این پرایمو دارم که این 330 تومان شده الان تو تخفیف، این شده 230 تومان، یعنی این از این 100 تومان کلا در قیمت اصلیشون هم گرونتره حدودا.
این خیلی ضد آفتاب خفنیه، خیلی، یعنی از اون فلوید مایی هم خیلی بهتره. این نه، این پوستو چرب میکنه و جور خورد تو پرم، ناراحتم کرد. ممنون شد فروش سیمپل به ناگهان. چی بخرم فیس واش ایرانی نباشه؟ من لوریلم بدم نمیاد، بعید میدونم داشته باشه. ببینیم که چه ژل های شستشویی داریم ما. دیپ سنس هم بد نیست، من با شوش میزنم متاسفانه. سراوی خیلی برنده خوبیه، اگه پولشو دارید تو ایران موجوده بخرید. محض رضای خدا به جز سراوی هیچ برند خارجی. بعد الارو 217 تومن، خب این معلومه فیکه. من امشب هیچی پیدا نکردم بخرم، واقعا هم اصلا خیلی خوب شد، اصلا پشیمون شدم. حالا باشه ایشالا فردا یه دار سرچ کنم دقیقا چی میتونم بگردم پیدا کنم. باید یه چیزی بخرم بالاخره بلک فرایدی، ولی اینکه چیز بخرم که عاقلانه باشه و ازش استفاده میکنم به نظرم خیلی منطقی تره تا اینکه حالا هر چیزی گیرم اومده بخرم. بلک فرایدی تنها سایتی که میتونم بهتون معرفی کنم، باهاشون قبلا کار کردم، همونی که برام شیگلم فرستاده بود، رژگونه شیگلم سیلوا کالکشن، چون که تو دبی تخفیفاتش واقعیه مثلا کتونی نایکی آف خورده شده مثلا 3 تومن. اگه خریدی دارید از دبی میتونید بهشون سفارش بدین، هر خریدی از هر سایتی که توی دبی باشه تو امارات باشه میتونن براتون انجام بدن و براتون بفرستن دیگه، به سرعت برق و بادم میفرستن، واقعا دیر نمیکنن، بهتون قول میدم. فعلا سیلوا کالکشن رو داشته باشید تا ببینیم فردا تو بلاگ بعدی چه خاکی تو سرم بریزم، یه 4 تا چیز بخریم دیگه. اینو میخواد همه تو این چند روزه من یه ذره نمیدونم چرا حس و حال روحیم زیاد خوب نیست. دیدی بعد از رسیدم به یه داستانی انگار پوچی به دست میده. من دقیقا بعد از یه هیاهوی 2-3 هفته‌ای که خیلی سرم شروع بود، 2-3 تا کار همزمان داشتم انجام میدادم، این چند روزه دیگه منتظر یه سری جواز و این داستانام، برای همین بیکارم. یعنی بیکار که نیستم، دغدغه کاری اونجوری ندارم مثلا 10 روز قبلش. این باعث شده که حال روحیم یه جوری بشه، یعنی مثلا یهو میخوابم، یعنی مثلا بیهوده میشینم اکسپلور گردی میکنم، کاری که اصلا من نمیکنم. یعنی من کلا اکسپلور گردی شاید مثلا روزی 20 دقیقه هم نباشه و مثلا تو این چند روزه یهو میبینی من 1 ساعت 2 ساعت اکسپلور گردی میکنم. بعد حالا روحی مثلا خوب نیست دیگه. علی هم داره تمام تلاشش میکنه که حالا روحی من خوب بشه، ولی متاسفانه تا خودم نخوام از این حال در بیام هیچ کس نمیتونه برام کار انجام بده. الان میخوام بخوابم به این امید که فردا پاشم و یک روز بسیار زیبا رو شروع بکنم بدون هیچ گونه حال بد و افت روحی و اینا. برای من دعا بکنید و شما اگه اینجورید که یهو اینجوری میشید، خودتون باید به حال خودتون دلتون بسوزه و رو پای خودتون باشید، وای بسید ما میتوانیم. اینجا بهتون خداحافظی میکنم و شما رو تو ویدیو بعدی بالیش میبینم. بای. بعد از گشتن 27 ساعته توی اسنپ بالاخره یه دونه سیمپل و فارماسی پیدا کردم توی یه دونه سایتی. این الان مشکل ریسرچ داره سایتشون که وقتی تو سیمپل سرچ میکنی نمیاره، ولی من یه دونه بالاخره پیدا کردم. خواستم بهتون بگم که هم سیمپل خریدم هم فارماسی.